سلام هموطنان عزیز گرامی، چخیلی که به همگان معلوم است 2 اکتبر سال 2014 کارمندان امنیتی ناحیه فرخار وارد خانه ما شدند و پدر مادر ما را تهدید کردند و خواستند که نوار بر ضد من گیرند، ولی تیرشان در خاک خورد. این نوار را تماشا میکنیم و بعدا در صحبت ادامه میدیم. خیلی ما چند بار شد بند داره کامران خدا خودت بار تا وقتش دختگی میگوید که من هیچ شاید من چیکار کنم این اکسیزی اینا وارن چه آوردن گفتم که اینا مراجعه که بچه دمو بعد دوستا امروز فقط تمالات کبوارم خودم و من میفصلی بارم دوستان اینا چت چی گفته گوش که بخیر برا ما باشه میاد زبون تو به اون خود میرم و مسئله شما خوب خودت میره کی تو خانه ویرانی و دیگر چی پرابلم گفتم که دم بعدم پرابلم همین دم بعدم پرابلم بعد برآمدن میگیره شولا همین کارا کشاله دادن در تو نیست. من چند روز رفتم برآمدن من 15 روز یا چیزا اومدن در 15 روز حالا چه دیدی بعد چه تو حالا خیلی نمی‌کنم آن کاری دارتی شکلی ما آن موندم می‌کنم مالی استاجم هلا چرا تمام برو خون محتوا یعنی دفعه یعنی دارم جات بازابون خود بود دادست نمی‌کنه خودت بازابون خود مراجعه می‌کنی ممکن یعنی ممکن می‌کنی روان می‌کنی بچه تو همیشه کنی که چی تلفن در دیلش می‌ذاره راهش می‌ذاره خیلی چای موزار می‌بینه بعد دیلش دیگه خیلی میشه روان می‌کنی اینجا سلامت را دست داریم می‌کنیم که چه چیزی است نکنه ما ایدیم الله ها را او خیر می‌کنیم دیگر را نفر دیگر را شدی نفر توی نه اون نقطه تو نریخته آیا مقصد غرض داره برای ما پای همون نری پیروی نکنیم همون داره کاری که ما اینجا افتاده داریم خونه و درمان زندگی کنیم آنی رفتارش هم نمی‌تگرد نه باید رفتش بود یا بود خون اونمو دعوت کنیم بگیم شکل جواب بدوشی صحبت کنیم مراجعت کنیم این افش اگر ایمان گفت بستانی افش میشه شده این ایمان گفت خود بستانی باشی بستان مراجعت کنیم ما هم دیسکا روان میتونیم مطمئن شده بودیم یک مردم یک ویزای تاش نوشته ای دوشنبه نوشته آدرس خونه همین دشمن میگه خونه شما بخواد یک دونه ای دوشنبه مردم نوشته در جوابی همون این قدر صلح میگه چی منفی دورانی بکی خیلی میگه ولی ما این مردم از این راشه این مردم بود بر اگه بر خونه بیاد چی جواب میگه یک سال 92 همین خیلی گروه ها پیدا شدن همین دمی فردا 300 400 تا موقع 60 موقع دمی استادیون وارد هیچش نمیتونه میلاد کردن اینو می وقتی واسه نیمی آدمو تشکیل کردن انا که 2 سال کردن کی دوباره مردم اورو نوشتن این مردم بود تشکیل پوریا بود چرا تو پاگه خیلی صبح کرده میدوام میروند اگه این پیشی مردم اگر استاندارد اگر مردم بگوید نه حکومت پیش رو گرفتم نه کسی کجا میره کی دم روزی از میکنه
ولی خلا کده نگو اینترنت هم داره چی نویسون نیستن اینه بخرک این آیپید دوستو آیپید هم دوستو لگوی جو اینترنت بیننده عزیز ببینید که امروز حکومت تاجیکستان از طرز و لرز و از سخنهای ما ترسیده و لرزیده حتی بالای خانواده ما فشار می‌آورد. اگر گپ‌های ما حقیقت نداشت پس چرا شما بالای خانواده ما فشار می‌آورید؟ چرا حکومت از گپی حق می‌ترسد؟ معلوم است به همه ما و شما رفتار 23 ساله حکومت که از سر تخت آمدن نشستن با راه خون آمد و با راه خون میخواهد این تخت را از دست دهد. انشاءالله هر راهی که رحمانوف انتخاب میکند با همون راه ما رحمانوف را نیست و نابود خواهیم کرد. رحمانوف هیچ وقت در فکر و خیال نباشد که بالای پدر و مادر و خانواده من فشار میارد من از این راه دست میکشم. هرگز و اون اذیت و عقوبتی که بالای مردم تاجیکستان است. اگر امروز مادر من را عذاب و پدر من را عذاب میدهید، امروز تمام پدر و مادران که فرزندان آنها را بیگناه پشت زندان بردهید در غم و اندوهند و تمام فرزندانی که در روسیه زیاده از 3000 شهروند تاجیکستان در روسیه کشته می شود آنها هم بیقرار و هر روز در عذاب و رنج هستند. و اگر امروز بالای پدر و مادر من میکنید تمام این پدر و مادرانی که رنج میکشند آنها هم پدر و مادران من است. بگذار پدر و مادر من در رنج عذاب شما باشد ولی ملت و دولت از شما دجالان آزاد گردد. و امروز اگر با بالای برادران مرا میخواهید پشت پنجره برید هزاران پدر و برادران من در ترمه ها بندی هستند. هزار برادران من بیگناه عالما و دانشمندان در زندانهای شما به خاطر سخن حق و به خاطری که با مقابل اراده اهریمنانه شما سخن راندند پشت پنجره رفتند. بگذار برادران منم در قطار آن برادرانی که امروز به خاطر حقیقت و عدالت پشت پنجره رفتند در قطار آنها باشد. هیچ گپی نیست. و همان خداوندی که ما را در این راه برآورد و به مقابل شما انشاءالله همون خداوندی قادر و حاضر ناظر دانا است و پدر و مادر و تمام اهل بیت مرا انشاءالله حفظ خواهد کرد. و هر چیزی که امر خدا بالای پدر و مادر و خاندان من بود من آن را به رضایت الله قبول می دارم. و همین را گفتنی هستم که در آخر سخن من همین است که من هیچگاه از این مبارزه که در راه دارم و دست نمیکشم و مبارزه من همین خواهد بود که اگر تا زمانی که من رحمانوف را در میدان سامانی کوز نمانم، تا رحمانوف را دنداناش نشکنم، تا کاسخانه سر رحمانوف را پچک نکنم، تا مغز سر رحمانوف را در زمین تیت نبینم و هیچگاه از این راه هم دست نمیکشم. تمامی دامادهاش تمامی امنیتی که با این رحمانوف پشتیبانی میکند همون سیمون یک بوگینوف اگر تا کوز نمانم تا داماداش کوز نمانم از این راه دست نمیکشم. رحمانوف بداند که ما بچه های کولاب فرخار هستیم. ما بچه های هستیم که همون بچه های بودیم که در بچه هایی که در پیش بابای سنگک گریه کرده میگشتی که در کونی من اینا بشتا میزنن. ما همون بچه ها هستیم. انشالله همون خیلی در کونی تو بشتا میزنیم. رحمانوف تو زیغ نشو، ما یک چند روز پس وارد میشویم انشالله در پشت بیتر بسته زنجیر در گردن تو میتیم، در پشت بیتر میبندیم، در گرد دوشنبه تاوت میتیم. پدان علتی رحمانوف تو آموده شو. تو فکر میکنی که ما میترسیم از تو فکر میکنی که ما یگان بچه قدی کوچه ایم؟ نه رحمانوف، تو مرد نیستی، تو بیوه هستی رحمانوف. اگر که تو مرد باشی ما قطعی تو آموده ایم بجنگیم تو اخیر رودات همه بروریم. رحمانوف سر تا پچق میکنیم. رحمانوف پدر لعنتی رحمانوف تو برای ما یک بیوه هستی، تو یک قنچقی. انشالله ما ترک پدر لعنت کلات هم ایده میکنیم قطعی هم فرزندو. پدر لعنت اگر
بالای مردمی بیگناه تیر میاندازی بفهم که تمامی فرزندات اون تیر آلوده میشود. اگر تو جنگ میخواهی جنگ با اولاد تو میشود. امروز تمام بدخشان و کلاب و فرخار و خوجند دوشنبه و غرم و بدخشان همه یک هستند. مقابلی که مقابلی دجال رحمانوف. آموده شوید دوستانی عزیز. این پیامی من به خاطر رحمانوف بود. رحمانوفی به شرف شنیده باش که پدر لعنت زبان تا از حلقت میکشم میگیرم. خدا حافظتان برادر عزیز گرامی. یادم میده فرزندم خلاص کنه تاجیکستان آزادی استعفا امامالی استعفا نماز خودشکی فرضه برای ما خونده نمیتونیم. برای همه شهرونده تاجیکستان فرضه که ما مسلمان نماز رو در تمام خونده نمیتونیم. ما گناهکاریم مگه؟ ما برای زندانی میکنن. لیشو را میترشان. نه یک ویدیو را تماشا کردم که در تیرامو درخت نوک گل کرده است. درخت نوک در تاجیکستان گل کرده است. این همین روز من همین سر تماشاش کردم. درخت نوک این که چی نشانه دارد؟ امروز جوانای تاجیک ما باوری دارم که همه بیدار شده که همه همه باوری دارم که نمیخواد جوانی که جمع شده که انشالله ما باور داریم ما میگیریم این مولی را میریم مولی برا دف شو در کار نیستی. این قدر جوانات نظر کو ما نه پدر دیدیم نه میری مادر دیدیم نه میری فرزند دیدیم همه غریبیم در اینجا خاموشیم. نه پدر ما را دیدم حالا من 9 سالش مهاجرم 9 سالش با 16 سالگی مهاجرم در همینجا. من پدر ما ندیدم مادر ما ندیدم زن ندارم تو 25 ساله شدم من زن ندارم. ایرو چی زن ندارم بله من میترسم که فقط زنگیر با 2 ماه پس من در مسکرم زنی من در اونجا فرزندی من در اونجا من فرزندی که شیرین است باید دست گریب کتی بازی کنی ما نمیبینیم میرا نمیبینیم. ای ماما تو میفهمی نمیبینیم نه پدرم میبینیم نه مادرم نه برادر مهری ما از هممون دور شده سه روز تو روز به مهر شدستیم مهر یک جوه کنین بیا سرجم شدیم بریم وطن آباد کنیم. این خیلی نمیشه. این خیلی قدر 2 میلیون دکوی با دهن آسونه است که 2 میلیون مهاجر داریم 8 میلیون اهالی داریم در تاجیکستان فقط موی سفید زنک دختران مانده از کودک ها دیگر همه جوانا در همینجا هستن. خیتایی های امروز آمدن در تاجیکستان کار میوان برای چی جوانای شهرونده تاجیکستان جای کاری افتن نمیتونه. برای چی بیزنس میدای سوداگری تاجیک بیلیاردرهای تاجیک در تاجیکستان خود کار کردن نمیتونن تجارت خودشون پیش بردن نمیتونن. برای چی همسایه که شهرنامه بستن نمیتونن رها و محکمه تو که با همسایه دوست نباشی یا با الله قسم تو یگان کارت پیش نمیره. با خیلی ازبکستان رحمان محکم کرده که تجارت با روسیه با دیگه دولت ها فروختن نمیتونیم. گاز هم محکم کرده است که تو 2006 گاز بود در تاجیکستان. این کثافت ایسار آمد تمام زمین قاق شد. امامانی تو ایسار آمدی که زمین